ها حالتون چطور؟ اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. بچه اومدیم یه ویدیو آموزش فری فایر. بچه اومدیم یه سنسی رو معرفی کنم. بچه سنس خیلی خوبه و نمیدونم شما باید خیلی تمرین کنید تا مثلا دیگه بتونی خوب هدشات بزنید. بچه ها سنس خوبیه. الان وایسی سنس رو بهتون نشون بدم. بچه ها سنس خیلی خوبیه. اولی 70، دومی 85، سومی 190، چهارمی 200، پنجمی 118، چهارمی 200. بچه ها سنس خوبیه. بچه ها اینم از تنظیمات خودم. کلن بچه ها تنظیمات خوبیه. اولی روی آخری، اینم روی دیگه. خودتون کم کم پایین میام دیگه، خودتون تماشا کنید. و میریم روی این یکی هم. خب بچه ها بریم برای امتحان سنس. لیت گو. بچه ها اومدیم سنس رو امتحان کنید. بچه ها این ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. بچه ها شما بگید توی کامنت ها، بگید من آموزش چی بذارم تا ویدیوشو بگیرم و بذارم. بچه ها بریم. بچه ها سنس خوبیه واقعا برای بتل، برای مولتی سنس خوبیه. و میریم اول یه شاتگان میاریم، یه شاتگان و یه از این اسنایپ و کل دیزکت میاریم. بچه ها بریم برای امتحان این. بچه ها خیلی خوبه، نگاه کنید. نه ببخشید یه لحظه. بچه ها خیلی خوبه، با شاتگان هم بزنیم. نگاه کنید. بچه ها دیگه نمیدونم سلیقه شماست. اگه میخواید نمیدونم، اگه خواستی سنسای بیشتری هم بذارم بگید تا سنسای زیادتری هم بذارم. و دیگه همین. خب بچه ها بریم. این از این. بچه ها اینم از کل دیزل و یه بچه ها شاتگان هم خوب میزنه، فقط برای هدشات درست بزنید. خب بچه ها بریم با اسلحه های رگبار هم امتحان کنیم. بچه ها این اسلحه رو بیاریم. نگاه کنید بچه ها خیلی خوبه اصلا. نگاه کنید بچه ها یه لحظه ببینید. بچه ها اصلا سنس خوبیه دیگه. نمیدونم سلیقه شماست. اگه میخواید نمیخواید دیگه نمیدونم. بچه ها من دیگه کم کم ویدیو رو تموم کنم و این بود از این سنس. بچه ها بری امتحان کنید و حال کنید. بچه ها سنس خوبیه. بریم یه بار دیگه امتحانش کنیم. بچه ها سنس خیلی خوبیه. نگاه کنید بچه ها سنس فقط برای بتل و مولتی. و این بود از این ویدیو. و بچه ها یه دنس هم بزنیم و دیگه خداحافظ.